خیلی خوش اومدیم به قسمت 4. تو این قسمت میخوایم راجع به تایم فریم ها صحبت کنیم و دوره کردن چیزایی که قبلا بهتون یاد دادم. ببینید، ما اول از همه میایم پای چارت، باید دنبال چی باشیم و تو چه تایم فریمی دنبال چی باشیم و کدوم تایم فریم ها رو اصلا استفاده میکنیم. ما داریم اسکلپ میکنیم برای کسایی که میخوان اسکلپ کنن 15 5 1 دقیقه رو کار داریم. برای کسایی که میخوان دی ترید کنن یعنی یه ساعت 30 دقیقه 15 مین 5 دقیقه و 1 دقیقه رو کار داریم. بعضی وقتا هم 4 ساعته رو کار داریم. حالا جلوتر میگم چه کارهایی داریم باشه. ببینید، ما اول از همه وقتی میایم پای چارت به عنوان یه اسکلپر، تایم فریم مادرمون 15 دقیقه است. اگه میخوایم دی تریدش کنیم یه ساعت میشه تایم فریم مادرمون. وقتی میایم پای چارت به عنوان یه اسکلپر باید چیا رو در نظر بگیریم؟ سقف و کفامون. بذار مثلا معامله اینجا رو براتون بشکافم. چرا اینجا سقف و کفامون کلا خیلی مهمه. چرا؟ از چه لحاظ میگم؟ پس چی شد؟ توی 15 دقیقه باید بگردیم دنبال سقف و کفامون. میریم سقف و کفامون رو مشخص میکنیم. این شد سقف و کف ما. کفامون بالاتر از کفه، پس احتمال میدیم که این سقف رو بریم و بخوایم بشکنیم. پس ما نگاه به چی میکنیم؟ به اینکه بای بکنیم. بای حالا کجا میکنیم؟ میریم تایم فریم 5 دقیقه دنبال لیکویدیتی میگردیم، دنبال لیکویدیتی سویپ. لیکویدیتی همون خیلی زیاده. مثلا اینجا، یعنی تو این مثال ما اینجا کلا لیکویدیتی داریم. این یک کفه، براتون توضیح دادم لیکویدیتی چیه دیگه. بالا هر سقف و کفی لیکویدیتی وجود داره که وقتی چند تا سقف و کف کنار هم باشن بهش میگن لیکویدیتی. اینجا لیکویدیتی وجود داره، اینجا لیکویدیتی وجود داره، اینا لیکویدیتی، این لیکویدیتی. حالا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این یه سری کف اینجا بوده، اومده اینجا رو سویپ کرده، لیکویدیتی زده، رفته بالا. خیلی شیک و ترتمیز. اینجا هم همین اتفاق افتاده که متاسفانه بازار اینجا استاپ ما رو زد ولی رفت تاریت داد. بعدش اشکال نداره، ما بعدش این ترید رو اینجا گرفتیم. یه لیکویدیتی بود زد. پس لیکویدیتی ها رو تو تایم فریم 15 و 5 دقیقه و 1 دقیقه تو یه سری شرایط خاص پیدا میکنیم. شرایط خاصش رو جلوتر بهتون میگم. روندمون هم توی 15 دقیقه. حالا میرسیم به بخش نقطه ورود. ما 15 دقیقه همون سعودیه، لیکویدیتی گرفته. حالا باید بریم بگردیم دنبال تاییدمون چیه؟ تاییدمون کجا میشه؟ اونجا لیکویدیتی همون رو زده بودیم، داشتیم این پول بکی که اینجا ساخته بود داشت تموم میشد. من دنبال این بودم که بهم تایید بده. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اومد این سقفی که اینجا زده بود و با یه مومنتوم خیلی زیاد شیکوندش. من اینجا بایمو زدم. چرا؟ چون گفتم بهتون اونایی که روی شکستا میخواین بزنین برای اینه که وین ریتتون بالاست اما ریواردتون کمتره. من اینجا ریوارد زیادی نمیخواستم، کلا یه ریوارد 3 میخواستم که تارگت هم اینجا بود بماند. حالا اما اگه میخواستی با نوع دوم ورود بزنی، ورودت میشد کجا؟ ورودت میشد روی این کندل. یه پول بکی دادیم، این کندل سبز بزرگ، روی این با ورود میزدی، استاد میشد اینجا. اگه این میخورد، یعنی میومد اینجا دوباره میخورد، تو باید اینجا باز دنبال بای میگشتی با تایید قوی تر که اینجا دیگه نه استاپت نخورده، یه راست رفته تارگت تو داده. از چی شد؟ این ترتیب اون شد. برای کسایی هم که میخوان دی ترید کنن، همین چیزایی که گفتم 15 دقیقه رو توی یه ساعت استفاده میکنن. نقطه ورود رو توی 15 و 5 دقیقه باید تایید بگیرید. 5 دقیقه مثلا اینجا تاییدتون میشده، تازه اینجا این حوالی تاییدتون میشده، استاپ اینجا میزدی میرفتی خونتون. توی جلسه بعدی استرکچر ماژور مینور توضیح میدم. تلگرام جوین بشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چاکرم.